پنی خانم، رو زمین نمیتونی بخوابی عزیزم، باید حتما بری بالا. آره عزیزم. آخه اینجا چه جایی تو پیدا کردی؟ تو سقف لای دوتا کنار، چه خوابی میتونی اونجا بری؟ نصف بدن از این ور افتاده، نصف بدنت از این ور افتاده، لنگت هم در هواه. خوابت میره اینجوری عزیزم؟ بخواب بخواب بخواب. خودت هم نمیتونی اونجا لوس کنی، یه قلط بزنی پرت میشی پایین. راحت باش بخواب. فقط یه خورده سیم برق اونجا هست، مواظب باش برق نگیره. بخواب. سرتو نمیتونی بذاری؟ ارزش کمه. خب بیا این ور که پهتره، بخواب.